من مسافرم دارم میرم خارج. الان میخوام برم صبحونه بخورم. شما بفرمایید. چه بده؟ جاتون خالی. حلیم صبحونه خوردیم. بعدش هم شیچ منو آورد در خونه رسون. به قدری آقا بود، به قدری مؤدب بود، واقعا یه جنتلمن بود. حلقم که نداشت. چرا این جنتلمنا گیر ما نمیاد؟ شما چشتو باز کنی میبینی ها. همینجور راه میفتیم مثل پیرزنا، فقط زیر پاتون رو نگاه میکنی. دو قدم اون برترشو نمیبینی. این مهی 30 ساله بهش میگم بابا بیا یه چی رو پیدا کن، چه از این تنهایی بیای بیرون. انگار نه. دوست آقا اصلا به درد نمیخوره، فقط بشینه تو خونه و دستور بده. ببینم بره هی بشوره و بپزه. 2 روز دیگه هم که مریض شد پرستاریشو بکنه. هم بدبختی کشید. پورا جان یه آقای محترم خودش تو خونه کمک میکنه. تازه از کجا معلوم که آقای اول مریض شه؟ پورا من فکر میکنم چون تو ازدواج نکردی غذا پختن برات سخته. وگرنه ما که یه عمری شوهر بچه داشتیم عادت داریم. کی میگه من بچه ندارم؟ بفرمایینم بچه. غذا میپزم، حمومش میکنم. خیلی عذر میخوام پیشکشم میبندم. ببخشید برای خودتم میبندید. خودم میبندم. خواهرم بهتر از اون که بششم دو جام من 1000 درد و مرض دارم. این میدونه دیروز رفتم دکتر گفته کلیت انقدر کوچیک شده که دیگه تموم شده. ای بابا من جدول رودم هم بزرگ شده. آی پورا 100 دفعه بهت نگفتم اینقدر راجع به درد مرزات حرف نزن. همه ما درد و مرز داریم میایم میگیم. باور کنی 30 ساله هر روز صبح زود به من زنگ میزنه که همین چیزا رو بگه. ساعت 11 صبح زوده. تازه مگه دروغ میگم؟ اتفاقا این فیلم رو آوردم بذارین ببینیم باور کنین. میذاری؟ این چی هست؟ این فیلم کولونوسکوپی منه. بذارید فیلم رو نگاه کنید باور کنید که من سرطان دارم. تازه اون زایده رود بزرگم پورا حالمو به هم زدی. بابا ما میدونیم عشقم تو چه حالی هستی. نمیخواد فیلمشو بذاری. خدا اون نوایل که با هم دیگه دوست بودیم اینجوری نبود و بدتر شده. هی بهش گفتم ازدواج کن. اگه ازدواج کرده بودی یا مغزت درست کار می‌کرد. تو خودت که خیلی دوست داشتی چرا شوهر نکردی؟ بگو. خب من 2 تا بچه داشتم نمیتونستم با یه مرد باشم. یه خواستگار داشت آقای رحمتی. خانه رم از اون خریده بودیم. همش گفتش بچه ها. بعدش که بچه هاش رفت خارج دوباره آقای رحمتی اومد. بس این بار گفت نه من خوشم نمیاد دستاش مو نداره. مرد باید هم دستاش هم سینش مو داشته باشه. لاغر مثل من یکی رو پیدا کن بتونی باش تلفنی حرف بزنی از تنهایی در بیایی عزیز دلم. وگرنه همچین شوهرداراش هم شاد و شنگول نیستن. به خدا راست میگه ها. خودمون چه خیلی از اون خدا بیامرزا دیدیم. من که خیلی ندیدم. جدیدی از ربات‌های هوشمند را به نمایی کردند که برای نخستین بار از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردارند. این ربات‌ها که گفته می‌شود برای افراد مجرد می‌توانند وسیله مناسبی باشند، با ظاهر طبیعی در کنار کار خانه معاشران مناسبی برای صاحبانشان هستند. نکته جالب درباره این ربات‌ها این است که آنها حتی می‌توانند شما را به حمام برده و شستشو دهند. تولدت که الان نیست. خب چون دیر به دیر همدیگر میبینیم امروز آورده بودن. خب حالا چی آورده بودن برات؟ دستگاه فشار خون. دستگاه فشار خونم شد کادو؟ خب مادر لازم داشتم. پوران میدونست و بهشون گفته بود اونام گرفتن. کجا میری؟ یه ساعت دیگه خونه باشه دیگه شبه. خب مامان داشتی میگفتی. آره مادر مهمونی عصرونه بود منم چند نوع پیش غذا درست کردم. باشه سینا بیا به مامان مهین یه سلام کن بعد برو مسواک بزن. ای جونم. ای قربونش برم من. مامان خسته از خوابش میاد. حالا کار داری برو مادر. نه بگو.
اولش فکر کرده بودم آش رشته درست کنم با مثلا کوکو سبزی و دلمه، ولی بعد